برادران عزیز، ما عین حال در مسکو سیتی قرار داریم. من بیناهای باحشمت و شاه حجم تاجیک در اینجا حضور دارن. دوست مراد شریف برادر ما، دادر ما، یکی از صنعتکاران بهترین جمهوری، حاجی دوست مراد، دیگه دانجوان نگید. حاجی دوست مراد بعضا یک استاد سنگری میرزا در یکی از غزلهای خود میسرایند که قلعه دیدم سرش بالای هفتم آسمان، آسمان را در پستی از خیمه بالاتر دیدم. ممکن که استاد همه چیزها را دیده گفته گن همیشه یا که نه در همین بارش یک روشنی اندازه کمی خیلی جایی که هستن که سیتی میگن که خمون هم داره در شنبه پلازا تماشایی هر یک دولت بخواد چه جای تماشا داره. اینجا در که مسکو در جایی همین دوشنبه سیتی شبابی شو نه اینجا مسکو سیتی میگن. واقعا درباره شرکت بارکشانی ما چی گفتنی دارید؟ آن برادرای عزیز علی باس میگن ایرا با بهشونا علی باس اکباس پهلوان که بزای پشت همین علی باس دیگه مقصد که یا با شرکت دارن که بار میبرن در طرف تاجیکستان. کسانی که بار بودن این رقم تلفنشون میمونیم زنگ بزنید براتون روی کنه با وطن برای وازمین دارین، برای مقصد کلام حج دارین، مایده دارین، چه خیلی که باشه براتون میبرن. بارهایی که اگر شیشه میشکستگی چیزا باشه برادرها ما کفالت میتیم در این بار. ما بار اول تفتیش میکنیم که هم بار شما در اصل شکستگی نیست، بعدا ما باید خود کاش کردن مثال در یک جای معین میمونیم که وای یکم بار دیگه در بالای وای فشار نیاره و بار شما رو ما خدا خواهد سخت سلامت میرسونیم. بارهای وزبین یا حجم کلان تا پشت دروازه میبریم. ای دروازه نمیدونیم زنده باشه. موقع صحت سربلند خونه اوقات و کل مهاجرها البته